بسم الله الرحمن الرحیم. امروز سه‌شنبه است، 15 هفته 99. اینجا یه بولواری هستش تو مجموعه که صبح مردم میان اینجا راه میرن. منم تو این مدتی که یزد بودم 3-4 بار از این مسیر استفاده کردم. خب خیلی مسیر خوب و دلانگیزیه، باغا و زمین ها و سرسبز به اندازه کافی سرسبزی داره و اکسیژن خیلی خوبی داره اینجا. خب خلوت هم هست، کم تردد ماشین اینجا تقریبا حالا هر چند شاید دقیقه موتوری از اینجا رد میشه. اینا همون کشاورزایی هستن که میرن سر زمیناشون. خدمت شما عرض شود که خیلی محیطش خوبه و من خیلی تعجب کردم و خیلی خوشحال هستم که میبینم این مردم مجموعه همون رضوان شهر فعلی میان صبح اینجا حرکت میکنن، راه میرن، ورزش میکنن، برای سلامتیشون اهمیت قائل هستن. اینم آقایی که داره با دستگاه علف چینی داره علف میچینه صبح اول صبح. مردم سحرخیز، مردم سخت‌کوش دوستا زحمت میکشن، کار میکنن. خدمت شما عرض شود که بسیار عالی. اون روبرو هم که فیروزآباده، من صبح حرکت میکنم از فیروزآباد میام. این چند روزه خیلی خوب بود. امروز 21 هست که من اومدم. بعد خب جایی متفاوت رفتم، اشکتر رفتم، مسئولیک رفتم، دو زدم، علی آباد رفتم، حسن آباد رفتم، زارچ رفتم، چشمه رفتم. مسئولیت طولانی که واقعا بعضیاش به موزشون ضعیف 10 کیلومتر میرسید. اونم جاده سنتوه که ماشینا دارن میرن، یکم ضد نوره. و خدمت شما اینم باغایی که باغای انار مملو از انار، ماشاءالله خدا برکت بده. که مشکلاتی که وجود داره چند سال هستش مگس مدیترانه‌ایه که متاسفانه حمله کرده به باغات انار. خب اون مگس زیستگاهش همه میوه هاست، گلابی، پرتقال، لیمو. ولی انار که محصول شاید میشه گفت که باقی اولی هستش مورد هجوم این مگس قرار گرفته. سهم هم بسیار گرون شده متاسفانه توی شرایطی که بازار ایجاد کرده، دلار ایجاد کرده، سهم خیلی گرون شده. مردم آسیب دیدن. واقعا خیلی جالب بود برام خانمایی که مجموعردی ماشاءالله ماشاءالله صبح حرکت میکنن، راه میرن. اینا یکی از این خواهرای ما هستن. اینا هم خواهرای دیگه اون هستن که دارن پشت ماشین میان. اینا هم بنده خدا صبح دارن راه میرن، برای سلامتیشون اهمیت قائل هستن. خدا خیرشون بده. به هر حال تو این شرایط کرونایی و غیر کرونایی فرق نمیکنه. این خدمت شما راه رفتن ها و ورزش کردن ها. بنده خدا ها دارن استراحت میکنن، نشستن، داشتن راه میرفتن. واقعا بعد ماشاءالله زال ماشاءالله یک روستای، حالا نمیتونم بگم مجموعه روستا، این مجموعه یه شهر جدید هستش با قسمت بزرگی از ساختار قدیم. مجموعه جاییه که سالیان سال اینجا مردمش زندگی کردن، خوب زندگی کردن، شاد زندگی کردن و بسیار تلاش کردن. و مردمی هستن که هم خوب کار میکنن، هم مردمدار هستن، همو دارن. شاید میشه گفت که تنها روستایی که توی یزد، من تاکید میکنم، کمترین مهاجرت رو به شهرهای دیگه و بیشتری مهاجرت پذیر داشته. نه مهاجرت پذیر خارجی، نه مثل افغانستان و پاکستان و کسایی که می اومدن. مجموعه یه
جایی هستش که از شهرهای مختلف خود ایران در اون جای داده شده، از دهات و روستاهای اطراف اومدن اینجا ازدواج کردن و ماندگار شدن، چون مردم مجومرد مردمی هستن که کسایی که میان اینجا حمایت میکنن، ولشون نمیکنن. من خدمت شما عرض شود که خونه بهشون میدن، زمین بهشون میدن، حتی کار براشون درست میکنن و مردمی هستن بسیار خوب. همون رضوان شهر فعلی، من نمیدونم چرا اسمشو عوض کردم، مجومرد قشنگه. حالا ریشه این حرف، این اسم چی هستش نمیدونم، ولی خب مجومرد یه ریشه تاریخی داره. اگه مسجد ریگش که چند روز پیش من رفتم متاسفانه نگرفتم این چیزشو، فیلم نگرفتم، ولی مجومرد خدمت شما عرض شود که از مسجد ریگش که خدمتی خیلی زیاد داره، از زیر ریگ‌های یا شنهای روانی که حاصل طوفان‌های شن بوده در گذشته بیرون اومد و الان یه جای مأمنی هست، زیارتگاهی هست برای مردم و مردم میان اینجا. خوبه بدونیم که این مجومرد با اینکه یه روستایی بوده الان هم خوشبختانه به شهر تبدیل شده و پیشرفتش از نظر شاید میشه گفت که میانگین پیشرفت کشوری در وضعیت بسیار عالی قرار داره. من نمیدونم چند درصد میگم 500%، 1000%، ولی در این حال یک روستای بسیار جالب، مردمان بسیار شاداب داره. از اینکه صبح میبینم مردمش بیرون میان راه میرن، البته امروز یکم خلوت‌تر هست، ولی روز پنجشنبه اومدم هفته پیش مردم بسیار زیاد بودن. بعد از ظهرها من دیروز یه کاری داشتم با ماشین اومدم از این ور رد بشم، دیدم مردم بعد از 2 ساعت حدود 4 بعد از ظهر بود داشتن اینجا راه میرفتن. خیلی خوب بود، عالی بود، خوشحال شدم. در این حال مردمی که صبح در میان و راه میرن معلوم میشه مردمی هستن که برای سلامتیشون، برای پیشرفتشون، برای خانوادهشون اهمیت قائل هستن. تبریک میگم به این مردم و این مجوردیای گلم، انشالله که موفق باشن. دوست دارم فیروزآبادم همینجور باشه. خب در این حال نیستن دیگه، کمتر میبینم فیروزآبادی راه برن، غیر از من که حالا فیروزآبادی اصلاح شده هستم. در این حال انشالله که ببینم همه مردم ایران صبح که میشه به جای رختخواب، اونایی که موقعیتشو دارن، به جای رختخواب شهر و دشت رو پارک ها رو پر کنن و راه برن و ببینن تلاش هموطناشون رو در اینکه دارن کار میکنن، زحمت میکشن که ما بهتر زندگی کنیم. خیلی خوبه این مجومرد. ای کاش من موقعیتی داشتم میتونستم بیام اینجا. مردمش خیلی خوبن. فیروزآباد هم خوب، البته عالیه. حسن آباد رفتم، شاید خلوت‌ترین جایی که دیدم حسن آباد بود، ولی بقیه جایی که رفتم توی مدت پیاده روی که تحصیل 1-2 جاشو فیلم گرفتم، حسن آباد هم گرفتم و فیلم زیادی هم هست، ولی چون مواردی رو اونجا گفتم نخواستم خدا نکرده مورد سوء استفاده عده قرار بگیره و اونو پخش رسانه‌ایشو مجازیش نکردم. خب موفق باشین، انشالله که سالم باشین. اونم آقا داره سر کرد یا همون کرت چخوندر داره بررسی میکنه. ماشاءالله هزار ماشاءالله چه برگایی داره. یکی از مواردی که بسیار عالی تو مجموعه من دیدم تو این صحراشون این بود که شیوه آبیاریشون رو به نحوی تغییر دادن که کمترین پرت آبی
انجام میشه. اینجا اومدن لوله های پیویستی رو یا لوله های مخصوصی که برای انتقال آب هستش رو توی صحرا کاشتن و اونو سر هر زمینی بردن. منبع اصلیش وصل اون چاه هستش، مستقیم آب میاد سر زمین و فلکه هستش و معلومه یکی از فلکه ها رو نشون میدم. البته جوب هم هست ولی اونجایی که امکان پذیر بوده و مردم اشتراک آمونه شده بودن و پول رو پرداختن و خواستن که آب مستقیم بیا سر زمینشون. ببین این باغ چقدر زیبا شده. شاید بشه گفت که یکی از دلایلش همین موضوع هستش که کمترین پرت آب بوده، بیشترین آب رو این باغ. مثلا اگر الان ما توی یزد یه تقسیم بندی آبیاری داریم که میگیم سبو. اگر مثلا این باغ 5 تا سبو آب داشته، اگر آب از تو جوب می اومد و راه طولانی رو طی می‌کرد و بسیار زیادی از اون از بین میره، این آب چی میشه؟ پرت میشه. این آب مستقیم میره تو باغ 5 تا سبو، عین 5 تا سبو میره تو باغ. حالا من یک موردی از این رو نشون میدم. این مورد همون فلکه‌ای که عرض کردم، آبیه که اومده سر زمین. این زمینه، التفات بفرمایید، این زمینه، اینم فلکه هستش. آب مستقیم اینجا باز میشه میره داخل زمین. همین زمین آب میخوره، همین زمین آب میخوره. اون جوب دیگه، اون جوب که چیز دیگه غیر قابل استفاده میتونن که بنزن سر زمیناشون. اگر هم خواستن کوچه کنن در آینده، یک کوچه خیابونی چیزی. اینم فلکه سر این زمین و اینم انار بسیار خوبی که انشالله خدا برکت بده به صاحب و مالش. اینم باغ هستش، اناره زیبایی داره، خدا انشالله برکت بده. چه باغ قشنگیه. اینا حاصل تلاش هموطنانمون هست. مجموعه‌های گلم تنایت داشته باشن. باغ یعنی همین باغ نمونه. خدا خیرش بده هر که بوده که این باغ رو تا یک چیز کرده، درست کرده. به هر حال اینا سرمایه ملی در اقتصاد کلان هست. بله، اقتصاد کلان از همین اقتصادهای ریز و جز تشکیل میشه. خدا به همهشون برکت بده، خدا به همهشون قوت بده. مردمی بسیار تلاشگر، مردمی بسیار سخت‌کوش. اینم 3 نفری که دارن راه میرن از مردم بسیار خوب مجموعه عزیز. خب من دیگه حرکت میکنم به طرف فیروزآباد. اینم همون خیابونیه که از صبح اومدم حرکت کردم توش و این مدت خاطره خوبی ازش دارم. امیدوارم که مردم مجموعه بیان، بیشتر بیان و میدونم که میان. خب سلامتی بشه برای همه مجموعه گلم، برای فیروزآبادی عزیزم، همشهریای نازنینم. اینم آقایی که داره اونجا میکنه. اینم زمینایی داره برم طرف فیروزآباد. اونم باغ پسته استباس، اولین باغی که از مجموعه خارج میشیم وجود داره که طرف فیروزآباد میری از محله همون به قول قدیم یا صحرای گودال. اولین باقی که میبینیم باغ پسته استعباسه. ماشاءالله امسال پسته خوبی داشت، رفتیم چیدیم کمکشون. انشالله بهشون برکت بده. استعباس آمدن تلاشگریه، خوبه. استعباس توی فیروزآبادی. بله، پسرشون هم که داماد مجموعه، داماد رضویای گلم هست. بعد خدمت شما عرض شود که خیلی خوبن، من که خیلی دوستشون دارم. کلا مجموعه دیار رو دوست دارم. خیلی سلامتی باشه برای همتون، برای هممون. ورزش کنیم، به ورزش تن خود را به نیرو کنیم. انشالله روز همگی بخیر. امروز هم که حرکت میکنم به طرف تهران، سه‌شنبه 15/7/99. امیدوارم زودتر دوباره برگردم، این فضای گل و فضای زیبا رو ببینم و دوباره همینجا صبح بیام راه برم. روزی 7-8-10 کیلومتر، 15 کیلومتر، 18 کیلومتر راه رفتم و همه جا رو دور زدم. فیلم‌های خوبی هم تهیه کردم. بله، اینم باغ پسته تازه هستش که انشالله در آینده پسته‌های خوبی برای صاحب عزیز و تلاشگرش خواهد داد. فقط باید بیا یه علف‌های خیلی بدی، نمیدونیم چیه، تخم زیادی هم داره، خطرناک هم هست. باید اداره تربیت کشاورزی بیاد یه بررسی آزمایشی بزنه ببینه اینا چیه.
جدیدن اومده، قبلا خار بود الان اینا اومده. اینا فکر کنم خطرناک‌تره، چون هم آب زیادی مصرف میکنه، همین که محیط باغ رو از زمین رو آلوده میکنه. می‌بینی وحشتناکیه. اینم باغ فیروزآباد، باغ انار فیروزآباد که از اینجا دیگه شروع میشه. اونم باغ پسته استاد عباس. اینم کار شاید بشه گفت که ساختمونیه که استاد عباس ساخته برای خودش. انشالله که موفق باشن همه. اینم انگور قشنگ. من این گزارش رو با این شرایط زیبا تمام میکنم. اینم انگور. انشالله که موفق باشین. روزتون بخیر. یه تصویرم از خودم بگیرم. بله، من پورهادی هستم. پورهادی مردم مجموعه دیگه من نمیشناسید. پسر استاد قصاب، حالا عباس آقای نصیریان کار میکرد سالها. خدمت شما هستیم. انشالله که موفق باشین. خدا نگهدار همگیتون. دوستتون دارم. عشق منین همه مجموعه و فیروزآبادی و زارتیا و اشکزاری ها حسن آبادی ها که ما حسن آبادی هستیم ولی خب فیروزآباد شده. خدا نگهدار همگیتون باشه. خدا حافظ. یا علی یا علی یا علی یا علی.